اگه بلدی با چرخ خیاطی کار کنی پس میتونی این دامن ترند رو هم بدوزی. ساده و کامل تو این ویدیو برات توضیح دادم. برای دوخت این مدل ما دو تا اندازه احتیاج داریم. یکی قد دامن رو احتیاج داریم که مطابق همین تصویری که من الان روی فیلم گذاشتم از پهلو با متر این قد دامن رو از کمر اندازه میزنید تا پایین تا هر جایی که دوست داشتید قد دامنتون باشه. اندازه دیگه هم اندازه دور باسن هستش. همین دو تا اندازه برای دوخت این دامنمون کافی هستش. خب برای محاسبه متراژ پارچه مورد نیازمون من اول متراژ پارچه آستری رو بهتون میگم، چون این زیر این لایه‌های آستری هست که اینا بهش دوخته شدن. برای عرض پارچه آستری ببینید مقدار دور باسن رو هر چقدر که هست شما باید به اضافه 20 الی 30 سانتی متر بکنید. مثلا اینجا دور باسن 100 سانتی متر در نظر گرفته شده. 120 تا 130 سانتی متر کافی هستش. طولش هم باید اندازه 10 تا 15 سانتی متر از قد دامنتون کمتر باشه. الان قد دامن 90 سانتی متر، قد پارچه آستری 75 تا 80 سانتی متر کافیه. ببین فرض کنید که این پارچه آستری هستش. این الان عرض 150 پارچه آستری هست. اینم قدش که حالا مثلا 80 سانتی متره. دور باسن رو گفتم 100 به اضافه 20 الی 30 سانتی متر، یعنی میشه 120 یا 130 سانتی متر. فرض میگیریم همون 120 سانتی متر. من اینو از این سمت به اندازه 60 سانتی متر تا میکنم روی هم دیگه. خب این دولا الان میشه 120 سانتی متر. این اضافهش رو قیچی میکنم. این فیلمی هم که این گوشه گذاشتم خودم همین کارو کردم. پارچه آستری رو تا کردم و اضافهش رو از اینجا قیچی کردم. قدش هم که همون به اندازه 10 الی 15 سانتی متر کمتر از قد دامن هستش. حالا برای محاسبه متراژ پارچه اصلیمون، این پارچه‌ای که لایه لایه روی هم دیگه گذاشتیم، ما باید اول از قد دامن رو تقسیم بر تعداد طبقاتی که می‌خوایم بکنیم. من الان 3 طبقه مثلا در نظر گرفتم. 90 سانت رو که قد دامن می‌خوام باشه تقسیم بر 3 می‌کنم. میشه 30 سانتی متر. قد هر طبقه در میاد 30 سانتی متر. ببینید برای طبقه اول این لایه اولی دقیقاً همین 30 سانتی متر به اضافه 2 سانتی متر جای دوخت. یکی پایین که لبر تا بزنید تمیزکاریش انجام بدید. یکی هم برای اتصال به کمری هستش که 1 سانتی متر ما اونجا اضافه لازم داریم. پس برای طبقه اول ما 32 سانتی متر احتیاج داریم. اما برای طبقه دوم و سوم، حالا اگر چهارم هم دارید طبقات بعدی به غیر از طبقه اول، ببینید این 2 سانت رو داریم که جای دوخت باشه. یکی برای تمیزروزی لبه این لایه‌ها و یکم برای اتصال به بدنه. ما 1 سانت جای دوخت برای هر طرف لازم داریم که همون 2 سانت بهش اضافه میشه، یعنی 32 سانت رو داریم. اما ببینید این دو تا طبقه هر کدوم یه مقداری رفته زیر طبقه بالاییش و دوخت شده. یعنی اندازه 5 سانتی متر تا 10 سانتی متر هم میتونید این کارو بکنید. 5 تا 10 سانتی متر رفته زیر طبقه بالایی. من هم 5 سانت رو در نظر میگیرم. پارچه‌ای که من برای طبقات دوم، سوم یا حتی چهارم میخوام در نظر بگیرم به اضافه 5 باید بشه، یعنی همین 30 سانت هست. 2 سانت برای جای دوخت من در نظر میگیرم برای پایین و بالا. 5 سانت هم در نظر میگیرم که این میره زیر طبقه بالایی. حالا برای طولش ما چقدر پارچه لازم داریم؟ ببینید ما اینجا رو عرض آستری رو 120 سانتی متر در نظر گرفتیم. خب شما حتی میتونید این عرض رو کلا عرض پارچه در نظر بگیرید، یعنی کل 150 رو در نظر بگیرید. حالا ما 120 در نظر گرفتیم. میخوایم این بالاش چین داشته باشه. این قسمت بالاش اینجایی که اتصال پیدا میکنه به آستری، این قسمت‌ها چین میخوره. حداقل باید 1.5 برابر این عرض پارچه آستری باشه. فرض 2 برابر در نظر بگیریم. 120 عرض 2 برابرش میشه 2 متر و 40 سانتی متر که من اینجا پیشنهاد میکنم کلا عرض پارچه رو شما در نظر بگیرید، یعنی کل عرض پارچه رو 2 بار برش بزنید. یعنی چی؟ یعنی همون عرض پارچه که 150 سانتی متره، حالا اون رو پارچه‌ام بهتون نشون میدم. 2 بار همون عرض 150 سانتی متر رو به اندازه 32 سانتی متر برش بزنید. بعد این دو تا رو به هم وصل می‌کنید، چین میدیم و وصل می‌کنیم به آستری. ما 2 تا 32 سانتی متر احتیاج داریم برای طبقه اول که به هم دیگه وصل بشن و 2 تا 37 سانتی متر برای طبقه دوم، 2 تا 37 سانتی متر برای طبقه سوم. که اگه اینا رو به اضافه هم بکنید، یعنی 2 تا 32 و 4 تا 37 رو به اضافه هم بکنید 212 میشه، یعنی 2 متر و 12 سانتی متر ما پارچه لازم داریم. کمری ها می‌خوایم یک کش 5 سانتی داخلش بندازیم که 12 سانتی متر هم پارچه اینجا لازم داریم. 2 متر و 12 به اضافه 12 میشه 2 متر و 24 که همون 2 متر و 30 کافی هستش برای مثلا این اندازه. حالا شما باید با اندازه‌های خودتون این رو محاسبه بکنید. به فرض این همون قد پارچه‌مون هست، اینم عرض 150 پارچه هستش. ببین من توی فیلم هم شما دارید می‌بینید من پارچه رو برای اینکه هم راحت باشه برش زدنش و هم اینکه توی فیلم راحت‌تر بیفته، من اینو به صورت چارلا درآوردم. به همین صورتی که می‌بینید اینو به صورت چارلا درآوردم و بعد از بالا شروع کردم اندازه‌ها رو زدن، همین اندازه‌ها رو زدم و قیچی کردم. حالا شما می‌تونید همون دولا هم انجام بدید اگه چارلا کردن و برش زدنش براتون سخته، مثلا اگه مثلا پارچه حریر دارید استفاده می‌کنید، اگه براتون سخته همین دولا برش بزنید. ببینید طبقه اول رو میاد از این بالا به اندازه‌شو درآوردیم چقدر 32 سانتی متر. یه 32 سانتی متر میایم پایین و علامت می‌زنیم. حالا یک بار دیگه یه 32 سانتی متر دیگه میایم پایین و علامت میزنیم. این دوتا میشه پارچه‌ای که ما برای این قسمت طبقه اول احتیاج داریم که چی میدیم و وصل می‌کنیم به آستری. این دوتا میشه برای طبقه اول. برای طبقه دوم و سوم ما 37 سانتی متر درآوردیم دیگه. حالا از اینجا 4 تا 37 سانتی متری علامت میزنیم، میایم پایین و پارچه‌مون رو برش میدیم. هر دو تاش میشه برای یک طبقه. فقط حواستون باشه که این طبقه اول که اندازش فرق داره 5 سانتی متر کمتره رو جدا بذارید که قاطی نشه. به این ترتیب پارچه‌مون هم آماده است و برشش رو انجام میدیم. خب حالا بعد ما روی پارچه آستریمون هم
جایی که می‌خوایم این طبقات رو بدوزیم باید مشخص بکنیم. ببین لایه اول که پارچه‌شو که آماده می‌کنیم، چینشو میدیم و می‌خوایم بدوزیم، اون که هیچی، اون همین بالا دوخته میشه. قدش هم چقدره؟ قدش 30 سانتی متره. یعنی از اینجا 30 سانتی متر باید بیایم پایین و خط بکشیم. اما این 30 سانتی متر میشه لبه همین پایینی طبقه اول، جایی که طبقه اول تموم میشه. اما جایی نیستش که طبقه دوم شروع میشه و ما باید بهش پارچه رو بدوزیم. طبقه دوم 5 سانتی متر زیر طبقه اول هستش. پس از این قد طبقه اول که میشه 30 سانتی متر ما باید 5 سانتی متر کم بکنیم که میشه 25 سانتی متر و از این لبه 25 سانتی متر بیایم خط بکشیم. خب این خطی که کشیدیم به فرض معلوم 25 سانتی متر اومدم پایین و خط رو کشیدم. یعنی این لایه دوم، این ابتداش که این زیر هستش، باید روی این خط وصل بشه. حالا برای لایه سوم، لایه آخر، ببین ما قد لایه دوم رو 37 سانتی متر محاسبه کردیم تا حالا اون 2 سانت جای دوخت رو در نظر نگیریم، میشه 35 سانتی متر. یعنی که من از این لبه، از این خط 35 سانتی متر بیام پایین و خط بکشم، میشه این لبه پایینی پارچم، این لبه پایینی این لایه سوم. اما جایی که این لایه بهش دوخته میشه 5 سانت زیر این لایه است. دقیقاً مثل همین طبقه دوم اول چجوری بود، اینم همونجوریه. این 5 سانت رفته اون زیر. پس من باید از اون قد 35 سانتی که گفتم 5 سانتی متر کم بکنم، میشه 30 سانتی متر. من از این خط باید اندازه 30 سانتی متر بیام پایین و یه خط بکشم. این لایه سوم اینجا دوخت میشه. ببین وقتی که حالا خطاتون رو کشیدی، این لایه دوم میبینید که عریض‌تره. این درسته. یه وقت فکر نکنید که اشتباه شده. چون که خب قد طبقه اول که اصلا کمتره، 5 سانتی متر از همشون کمتره. بعد هم قد آستری رو 10 الی 15 سانتی متر کمتر از قد دامن در نظر گرفتیم. این مقداری که این لایه از این کمتره به خاطر همون اختلاف قد بین آستری و دامن هستش. یه وقت فکر نکنید که محاسباتتون اشتباه بوده. این لایه وسط ارزش بیشتر میشه نسبت به این دو تای بالا و پایینی. خب این خطا رو به همون سمت هم باید منتقل بکنید که کارتون راحت باشه. این سمت هم باید بکشید و بریم که دوختش رو انجام بدیم. برای آماده کردن هر طبقه اول 2 تا پارچه‌ای که برای هر طبقه برش زدیم رو از یک سمت به صورت روبرو روی همدیگه قرار میدیم و به همدیگه میدوزیم. بعد پاکدوزی یک لبه طولی پارچه رو انجام میدیم که میتونید اینجا از نوارهای تزیینی هم استفاده کنید. من چون پارچم حریر بود اینجوری به صورت دولا تا زدم و دوختش رو انجام دادم. لبه دیگر رو هم باید چین سوزنی بدیم. درجه دوخت چرخ رو بالا میبریم و کل پارچه رو دوخت میزنیم. بعد از اینکه دوختمون رو زدیم نخ زیر رو جدا میکنیم و میکشیم و چین رو تو تمام پارچه پخش میکنیم. از پایه چین سوزنی هم میتونید استفاده کنید. چین رو مرتب و تمیز تو کل پارچه پخش کنید. بعد لایه اول رو که آماده کردید بذارید روی پارچه آستری، از قسمت بالا با سوزن ترگیر روی همدیگه فیکس کنید. 2 سانت ابتدا و انتهای پارچه رو آزاد بذارید و بقیه قسمت ها رو بدوزید. موقع دوخت هم با دست این چین ها و پارچه آستری رو زیر دستتون مرتب بکنید که هم چین ها مرتب باشه و هم پارچه آستری یه وقت در نره. ببینید 2 سانت اول و آخر رو دوخت نزدم. حالا باید لایه دوم رو بدوزیم. به فیلم دقت بکنید. لایه دوم رو گذاشتم روی آستری، برمیگردونم به سمت بالا و اون خط دوخت چین سوزنی رو روی خطی که با خودکار حرارتی روی آستری کشیدم روی اون فیکس میکنم و بعد اون رو دوخت میزنم. بعد از دوخت روش اتو میزنیم که مرتب بشه. لایه سوم رو هم به همین ترتیب میدوزیم. حالا به این صورت دامن رو پهن میکنیم و 2 تا لبه آزاد پارچه آستری رو روی همدیگه میذاریم و بعد با سوزن فیکسش میکنیم. دقت کنید که موقع فیکس کردن لایه های چین سوزنی حتما و دقیقاً در امتداد همدیگه قرار بگیرن، یه وقت بالا پایین نشن. اینو حتما دقت بکنید. حالا از همون 2 سانتی که دوخت نزدیم و آزاد گذاشتیم این لبه رو میدوزیم و پاکدوزیش رو هم انجام میدیم. حالا باید لبه های آزاد هر طبقه رو به همدیگه وصل بکنیم. ببین به فیلم دقت بکنید. همین جوری که دیدید 2 تا لبه هر طبقه رو به سمت بیرون برمیگردونیم، با سوزن روی همدیگه فیکس میکنیم و بعد دوختش رو انجام میدیم. ببینید اینجا 2 سانتی متر باز بود دیگه، دوخت نزده بودیم. از انتها میگیریم میاریم رو به سمت رو و بعد اینا رو با سوزن فیکس میکنیم و بعد دقیقاً از همون 2 سانتی که دوخت نداره دوختش رو تا سمت پایین ادامه میدیم. به فیلم دقت کنید ببینید من چجوری اینو برمیگردونم. برای هر طبقه همین کار رو تکرار بکنید. برگردید به سمت رو، با سوزن فیکسش بکنید، دوخت و پاکدوزیش رو هم انجام بدید. حالا دور تا دور قسمت کمر دامن رو با متر اندازه بزنید. یه پارچه ببرید برای کمری به طول همین اندازه‌ای که زدید به اضافه 2 سانتی متر جای دوخت و عرض 12 سانتی متر. این پارچه رو برش بزنید. حالا 2 سر آزادش رو روی هم بذارید، بدوزید و بعد اتو کنید. بعد از وسط تا بکنید روی هم دیگه. ببینید به این صورت
تا بزنید روی همدیگه با سوزن فیکس کنید. دور تا دور شما باید دوخت بزنید، فقط به اندازه 10 سانتی متر یه جا باز بذارید که ما اونجا رو میخوایم از اونجا کش رد کنیم. ببینید کاملا دور تا دور رو دوخت زدم، فقط اینجا یه 10 سانتی متر رو باز میذارم که ازش کش رد کنم. کش 5 سانتی رو به اندازه دور کمر منهای 10 سانتی متر برش بزنید. با سنجاق قفلی از داخل کمری ردش بکنید. بعد از اینکه رد کردید، حالا دو لبه آزاد کش رو به این صورتی که توی فیلم میبینید از داخل کمری در بیارید، روی همدیگه بذارید به این صورت و بعد روش رو دوخت بزنید، یا مثل من دوخت زیگزاگ بزنید یا چند بار رفت و برگشتی. بعد کش رو کامل توی کمری جا بندازید و حالا اون قسمت 10 سانتی که باز گذاشته بودیم برای رد کردن کش رو بدوزید و ببندید. خب حالا ببینید کمری یه درز داره، اون دامنی هم که دوختیم یه درز داره. این دوتا درز رو روی همدیگه فیکس بکنید. بعد از چند جای دیگه هم دوباره کمری و دامن رو با سوزن روی همدیگه فیکس بکنید. حالا باید دوختش رو انجام بدید. ببینید بین هر دوتا نقطه‌ای که میخوایم دوخت بزنیم باید کمری رو بکشیم تا اندازه پارچه زیری بشه. اینجوری ببینید با دست مرتب میکنید، کمری رو کامل میکشید تا اندازه بشه و بعد دوختش رو انجام میدید. کمری و پارچه رو مدام زیر دستتون مرتب بکنید که یه وقت از زیر دوخت در نره. سرروز این قسمت رو هم انجام بدید و تمام. دامنمون آماده است. برای آموزش بیشتر سابسکرایب کن.